با سلام و درود بیننده عزیز، من مومین احمدی با همکارانم برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی را پیشکش شما میکنیم. امروز 27 دکبر است. سرخط خبرها. گنرال اسرائیلی میگوید ممکن است جنگ در غزه ماه‌ها دراز ادامه کند. غیر نظامیان از روزهای سخت و مصیبت میگویند. پسر کلانی من انس به یک دانشگاه ترکیه شامل شد و قرار بود به ترکیه رود، ولی جنگ آغاز یافت و او شهید شد. ساکنان شهرک در سوخت میگویند بالاروی نرخ برق حال آنها را بدتر خواهد کرد. هر روز علاب میکنیم، هیچ خیلی ویش نی، روزون سویت نی، شبانوها هم خیلی وقتا میکشد سویت. و به دنبال درباره نمایشگاه مال و محصولات ایران در تاجیکستان گزارش خواهیم داد که حالا در دوشنبه جریان دارد. فرمانده ارتش اسرائیل میگوید ممکن است جنگ در غزه ماه‌های زیاد ادامه کند. او در این باره زمان سخن گفت که عملیات نظامی اسرائیل در این منطقه محاصره شده فلسطینیان شدت میگیرد و بنا به گزارش‌ها در آنجا تاکنون بیشتر از 20,000 فلسطینی کشته شدند. طاهری سفر در این باره گزارش دارد. ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه همچنان به نوار غزه با استفاده از توپخانه ضربه زد. عملیات نظامی به خصوص در مرکز غزه شدت گرفت. در این ویدیو که جمعیت هلال احمر فلسطین نشر کرد، ماموران طبی جسدی را از اردوگاه میبرند که اسرائیل در روز عید میلادی مسیح به آن حمله هوایی انجام داد. وزارت تندرستی غزه میگوید در نتیجه ضربه کمش 70 نفر از جمله زنان و کودکان کشته شدند. در شهر رفح 80 جسدی را در یک گوری دسته جمعی دفن کردند که نیروهای اسرائیلی یافته و به فلسطینیان دادند. اسرائیل میگوید هدفش محو گروه تندروی حماس است و تمام کار را میکند تا غیر نظامیان فلسطینی آسیب نبینند. به قول نیروهای اسرائیلی جنگجویان حماس در بین غیر نظامیان پنهان میشوند. ادعایی که حماس رد میکند. در این شفاخانه خان یونس شهر دیگری غزه خبرنگاران رویترز حمدی شهد را پیدا کردند که در ماتم پسر کلانیش نشسته است. او غزه را سرزمین مقاومت مینامد که منظورش از آن حماس است. پسر کلانی من انس به یک دانشگاه ترکیه شامل شد و قرار بود به ترکیه رود، ولی جنگ آغاز یافت و او شهید شد. این سرزمین او سرزمین فدایان فلسطین و مقاومت است. ایالات متحده آمریکا آشکارا از اسرائیل طلب دارد که از وسعت جنگ بکاهد و بیشتر به عملیات به ضد حماس و رهبران آن تمرکز کند. اما هرزی حلوی گنرال عالی رتبه اسرائیل روز 27 دکبر گفت این جنگ ماه‌های دراز ادامه می‌کند. یگان معجزه برای راه حل وجود ندارد. راه کوتاه برای محو یک سازمان تروریستی نیست. راه حل فقط عزم قوی و جنگ مداوم است و ما عزم بسیار و بسیار قوی داریم. جنگ غزه بعد از آن شروع شد که جنگجویان گروه حماس که امریکا را سازمان تروریستی مینامد روز 7 اکتبر به اسرائیل حمله کردند و تقریبا 1200 اسرائیلی را کشتند و بیشتر از 240 کس دیگر را گروگان گرفتند. در حمله های انتقام جویانه اسرائیل تاکنون به گفته مقامات غزه 20,000 فلسطینی کشته شدند. تاجیکستان برای انتقال نیروی برق به افغانستان زیر اطاعت گروه طالبان در سال 2024 راضی شده است. شرکت برقی تاجیک در این باره یگان شرح نمی‌دهد. مسئولان شرکت برشنای افغانستان روز 27 دکبر خبر دادند که توافق در ترکیه به دست آمد. به اطلاع منبع قرارداد را رئیس برق تاجیک محمد عمر اساس‌زاده و مسئول برشنا ملا محمد حنیف حمزه امضا کردند. جزئیات سازشنامه دسترس نیست. معلوم نیست که تاجیکستان در سال 2024 به کشور همسایه‌اش چقدر برق خواهد داد و به چه نرخ. افغانستان و ازبکستان از خریداران اساسی برق تاجیکستان هستند. قرارداد نوی انتقال برق از تاجیکستان به افغانستان در حالی است که دوشنبه با طالبان رابطه دیپلماتی ندارد. سازش تاجیکستان با طالبان برای فروش برق نیز در حالی است که در اکثر دهات این کشور لیمیت برق جاری است و ساکنان با محدودیت برق دسترس می‌کنند.
ضمناً ساکنان اکثری دهات تاجیکستان میگویند خانه‌هایشان تاریک و سرد است و در یک شبانه روز ساعتی کمی در خانه‌هایشان برق دسترس می شود. برخی میگویند در بلند آشیانه ها زندگی می کنند و بی برقی برایشان مشکلی های زیاد آورده است. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت سوخت از روزگار آنهای گزارش آماده کرد که در بناهای بسیار قبطه هنوز هم با طرز قدیمه خانه‌هایشان را گرم می کنند. گزارش فرزان محمدی را در این باره تماشا می کنیم. این افتاده کی گفته است که پیشکی میشونه گفته که مجبور. خانواده روزیبایف در یک از بلندآشانه های شهرک ادرسمان شهری گلستان زندگی می کنند. در یک خانه 2 عائله 6 نفر با شمول کودک ها هستند. آنها در بیشترین روزهای زمستان به یک حجره جمع می شوند و گرد یک بخاری بابایی خود را گرم می کنند. ایمی ماه اکتبر موندگی من تا اپریل. اکو مجبور دیگه ها ابید پبید خود بچه یوشو های مثل خنوک میخورد. هر روز علاب میکنیم. هیچ خیل ویاش نی روزون سوید نی شبانه هم خیل وقتا میکشد سویتا. نشانبای میگوید هرچند از ضرر انگشت و دود هیزم ها آگاه است اما چاره دیگری پیشگیری از سردی شدید را ندارد. به گفته او زیان به سلامتی یک طرفی مسئله و گرانی نرخ آن مثل بالای سوخته نمکاب است. کومور هیزیم همش پول که کنیم خود همش قیمت کومروی هم 3.5 سوم کیلوش خواهی سال بولیمینی کمتر نقشدگی بود من امسال با بدتر شد. تنها خانواده روزیبایف نیست که در خانه های بلند آشانه بخاری های بابایی نصب کردند. تقریبا در اکثر خانه های بسیار قبطه شهرک ادرسمان چنین حالت را مشاهده کردن ممکن است. در حالی که برخی شهر و ناحیه ها از برقکشی نامنظم شکایت می کنند، ساکنان شهرهای مرکزی را نرخنامه نوی آن بیم زده کرده است. بر اساس قرار حکومت از 1 ژانویه سال 2024 اهالی برای هر 1 کیلووات ساعت نیروی برق 375 درم خواهد پرداخت. حالا ساکنان برای هر کیلووات تقریباً 27 درم می دهند. یک نماینده شبکه‌های تقسیم برق که یک شاخه برق تاجیک است در صحبت با رادیو آزادی تصمیم بالا بردن ارزش نیروی برق را به توصیه بانک جهانی پیوند داد. اکثر ساکنان شهر خوجند و اطراف آن میگویند از حالا صرفه‌کنی برق را فکر کردند و خانه‌هایشان را با اصول بابایی اما با شیوه‌های نو گرم می‌کنند. اکو برای راه‌های آسانش گریم ای صندلی استفاده می‌برند. اکو پیشتره باشد در درونش علاوه می‌کردن. در درونش علاوه می‌کردن و ایروش می‌پوشاندن. حاضر باشه پلیتکه ها میمونه. خودی صندلی برین کرده طرفی پایین صندلی با مخصوص لامپچکه های الیچی مگان همونا مانده گرم میکنند. لیکن خفناکی آن در همین است که حادثه های سوختار شدنش ممکن. از سالهای پیش از برق استفاده می بردیم برای که وای بود از اون تر بود ما آقوتان دکتر میمون دو کارمایی میکردیم پلیتکه و اکوز برق و قیمت که ایتوت کرده کن اشتمال کرده من سیکزین دکرام میرد. مقامات تاجیکستان در چند سال اخیر پیهم نرخ نیروی برق را بالا میبرند، چیزی که هر تیر ماه زمستان به خانه های مردم با محدودیت داده می شود. بار آخر ماه اکتبر سال گذشته تعرفه استفاده از نیروی برق تغییر یافت. از 22.166 درم به 26.151 درم برای هر کیلووات ساعت بالا رفت. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. برنامه را با گزارشی از دوشنبه ادامه می‌دهیم. تاجران ایرانی به شهر دوشنبه آمدند و مال و محصولاتشان را برای فروش به نمایش گذاشتند. همکاری‌های بیشتری تاجران ایرانی را کارشناسان نشانه‌هایی از قوی‌تر شدن مناسبت‌های دو کشور می‌دانند.
چند سال پیش مناسبت تاجیکستان با ایران با ادعایی که این کشور از حزب ممنوع نهضت اسلامی پشتیبانی میکند سرد شده بود. آن زمان راه برای تاجران ایرانی در تاجیکستان بسته شده بود. حالا همکاری های دو کشور همزبان بیشتر شده است. اسکندر فیروز و امیر ایسایف به نمایشگاه مال و محصولات ایران رفتند و این گزارش را آماده نمودند. در دوشنبه نمایشگاه اختصاصی مالهای تولیدات ایران آغاز شد. نمایشگاه در مقایسه با نمایشگاه‌های قبلی کمرنگتر بود و حضور شرکت‌های ایرانی به مراتب کمتر به نظر می رسید. نازنین علوی، نماینده شرکت تجهیزات دندان پزشکی از مشهد، قصد دارد صادرات ایمپلنت‌های دندان پزشکی را به تاجیکستان راه‌اندازی کند. آره 100% قیمتش پایین تر خواهد اومد از قیمت دوست. چند درصد؟ الان به صورت دقیق نمیتونم بهتون قیمت بدم، ولی خب با مدیر عاملمون باید صحبت کنی شما ببینید که به چه صورت هست، بستگی به تعدادی که سفارش میدین و همه اینا داره. علیرضا حقیقیان سفیر ایران در تاجیکستان سخنان رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی را به یاد آورد و تاکید کرد که امنیت تاجیکستان امنیت ایران است و تقویت همکاری‌های اقتصادی رسیدن به این هدف را فراهم خواهد کرد. خوشبختانه در سالهای اخیر روابط دو کشور دوست و برادر در همه حوزه‌ها حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی رو به توسعه دیده و رشد خوبی رو داشته و داره ادامه می‌دهد. برگزاری نمایشگاه تخصصی که امروز داره برگزار میشه همزمان با برگزاری 16مین کنسولی مشترک اقتصادی دو کشور نشان دهنده اراده راسخ رهبران دو کشور هست. جمشید جمعه‌خانزاده رئیس پالاتای سودا و صنعت تاجیکستان اظهار داشت که هدف اساسی این نمایشگاه رشد صنعت تاجیکستان میباشد. حکومت کشور برای جلب سرمایه‌گذاری، برای تأسیس کارخانه‌های مشترک، برای دستگیری به‌واسطه صاحبکاری که با استحصالات مشغول می‌باشند امکان می‌دهد که شرکت کارخانه‌های جمهوری اسلامی ایران هم توانند که از این امکانات‌ها، از این شرط و شرایطی که حکومت کشور فراهم آورده است برخوردار گردند و توانند که استحصالات را به‌واسطه در جمهوری تاجیکستان به راه نمایند. عزیز نظرزاده معاون وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نو تاجیکستان اضافه نمود که شرکت‌های تاجیکستانی می‌توانند برای خود شریکان همکار ایرانی را پیدا کنند. کشورهای و شرکت‌های ایرانی در تاجیکستان که شماره از موجود از کشور علم باشد می‌تواند نمونه خوبی دوستی میان دو کشور باشد. دادوگیرفت میان تاجیکستان و ایران به 175 میلیون دلار آمریکایی رسیده است که نظر به یک سال پیش 11% بیشتر می باشد. قبلا رئیس جمهور ایران اظهار داشته بود که دو کشور قصد دارند حجم دادوگیرفت را به 500 میلیون دلار آمریکایی برسانند. ایران از نخستین کشورها بود که سال 1992 استقلال تاجیکستان را به رسمیت شناخت و همزمان از کشورهای کفیل سازشنامه صلح تاجیکان دانسته می شود. تحقیق پرونده اسدالدین شریپوف برادر شوکت محمد یکی از فعالان مخالف حکومت را در تاجیکستان به پایان رساندند. یک منبع نزدیک به تفتیشات روز 27 دکبر بر رادیو آزادی گفت که محاکمه او از طرف دادگاه ناحیه اشت اما در بازداشتگاه موقتی شهر خوجند خواهد گذشت. او را ماه سپتامبر سال 2022 با درخواست مقامات تاجیکستان دستگیر و 1 اکتبر امسال به کشور استرداد کردند. تقریبا 2 ماه در کجا و در چه شرایط نگاه داشتن او معلوم نبود. دیرتر نزدیکانش خبر دادند که در بازداشتگاه در خوجند است. با سپاس از شما بیننده های عزیز، برنامه اخباری آزادی را به پایان میبریم. خبرهای بیشتر را میتوانید در وبسایت ما azadi.org دسترس نمایید. همچنین صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و شبکه ایکس که در گذشته توییتر نام داشت، اینستاگرام و تیک تاک و ادنکلاسنیکی در خدمت شماست. اگر خبر و یا عکس و نواری دارید برای ما فرستید. تا ملاقات فردا خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.